برگ سبز، برنامه شماره 199. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. من و خیال تو شبها و کنج خانه خیش، من و خیال تو شبها و کنج خانه خیش، سرود بی خودی و آه عاشقانه خیش. خیال خال تو بردم من ضعیف به خاک، چنان که دانه کشد مور سوی خانه خیش. سخن به قاعده همت آید ای زاهد، من و فسون محبت تو و فسانه خیش. خوشم به شعله این آه آتشین همه شب، خوشم به شعله این آه آتشین همه شب. مرا چو شمع سری هست با زبانه خیش. بر آستانه تو خاک شد سر جامی، بر آستانه تو خاک شد سر جامی. قدم چه می کشی از خاک آستانه خیش؟
گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی، گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی، من عاشق توام، تو بگو یار کیستی. هر شب منو خیال تو و کنج مهنتی، هر شب منو خیال تو و کنج مهنتی، تو با کی و مونس و غمخوار کیستی. تا چند گرد کوی تو گردم دمی بپرس، تا چند گرد کوی تو گردم دمی بپرس، که اینجا چه می کنی و طلبکار کیستی. جامی مدار چشم رهایی ز دام عشق، جامی مدار چشم رهایی ز دام عشق، اندیشه کن ببین که گرفتار کیستی. به هر کجا به هر کجا
گذری کوی عاشقانه ماست حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست هر آنچه می نگرم آفتاب طلعت اوست هر آنچه می شنوی نغمه ترانه ماست هر آنچه میشنوی نغمه ترانه ماست
مدام در نظرم حسن بی زوالی هست مدام در نظرم حسن بی زوالی هست که ناظر خود و منظور جاودانه ماست مرا نگار طلب می کند به خواهش
عجب مدار عجب مدار که رضوان بر آستان ماست نشان خانه گرفتم زیاد گفت بلا دل شکسته عاشق دل شکسته عاشق همیشه خانه ماست دل شکسته عاشق همیشه خانه ماست. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 199 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم گردیده.
نی آقای کسایی. اشعار از عطار، جامی و محمد رازی. آهنگ شور. گوینده روشنک.